پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کار. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سرد است دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانه. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز با سردی هوا نگاه نکرده همراهی خود گرمی آوردیم و میرانپول عظیم برای تبریک کردن جشن زادروز میسرانه. تبریکات را از نام 4 دختران و نبیره های عزیز برگزار میکنیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم زنبانوان، مادران، مهمانان عزیز این خانواده زیبا. السلام علیکم خویش و تباران، نویره ها، جیان ها. هماتون با زادروز مادر عزیز آنا جان شیرین خاندان میسرانه خوش آمدتان میگوییم. عذر میخواهیم اگر ناراحت کرده باشیم. شیطان با حضور شته استراحت کنید. ما بسیار سخنها داریم با افتخار مادر عزیز. برای ما لازم هستند میسرانه. حتی برایشان خرسک میزنیم، تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. میسر خانه زادروز مبارک. روز تولد را، امروز میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. مهمانان با حضور شته استراحت کنیدتان. میسر خاله حتی ببید کنی الان کی اومده ما؟ همه دخترای نیوار هستیم. البته از نام 4 دختر نازنین که کلیدی در جنت هستند. از نام نبیره های شیرین که برای شما از دانک هستند، مغز شیرین میگویند. از نام نبیره ها تبریک میگوییم. همراهی دختران صحبت کردیم، گفتند که خدا رحمت کند پدر عزیز من چند سال شد که در بین ما نیستند. صد افسوس. اگر امروز حیات می بودند باز خاندان ما پر می شد و یک جایه این خیلی جشن ها را بالای هم می گذاشتیم. بعد از گذشتن پدر جانم مادر من خودشان را مردی با داشته در سر ما فرزندان، در سر ما دختران، نبیره ها جای نبودن پدر را نشان ندادند. خدا کند که عمرشان با عمر همراه شود و دمی پیری و دولتی پیری را بینند. برای بیجان عزیزم
برای مهربان خاندانم رسانید که یگان بار غمگین نشوند که من صاحب پسر نیستم. گفتم ما 4 پسر و نبیره ها جای 10 ها انهمان پسرها را میگیریم. ما برای مادر خود پسر میشویم. مشو غمگین اگر دختر بیزادی، مشو غمگین اگر دختر بیزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر اگر صاحب تاج گردد، با پیشش 100 پسر محتاج گردد. امروز بایستر خدا شما صاحب نبیره های عزیز هستید. شما وای هستید که این خیلی فرزندهای اصیل دارید. همیشه در سر فرزندان سایبان باشید. آن مهنت و زحمت های حلالی که کردید با وای رساندنی برای این فرزندان، خدا کند که حضور و حلاوتش را بینید. چقدر که طول چندین سالها همراهی بابا جان عزیز نبیره ها دهقانی کردید، باغبانی کردید. چقدر که باغبان یک نهال را زیر زمین کارد، میخواهد که ثمرش را میوه انهمون باغ را خورد. امروز باشد شما انهمین میوه های عزیز خود را دیده ایستاده اید. میگویند میرسد فورم به گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. هر آن چیز به لایق شدیم خدا با شکر از پشت دعای نیکی بی جانمان. هر آن چیزی که بهر ما آمد با دعاهای نیکی پدر مادرمان آمد و همیشه در سر ما تاج سر طلایی شوند. خدا کند که در این کاشانه زیبایی پدر ما حج آشی ها کنیم و مادر جان عزیزمان را به زیارت کعبه الله فرسانیم. حاجیان شوند از آن روز، ما باشد از آن خرسند شویم. گفته با چنین نیت های زیبا در روی دنیا که از همه کتاب قیمت بهاترین با نام کتاب قرآن است برای شما آماده کردیم. قبول کنید. زاد روز مبارک باشد. مادر که خودش کل ثبت خاندان است، گلدسته زیبا را از نام فرزندان نبیره ها قبول کنید. مرحمت. زاد روز مبارک باشد. مبارک باشد. درگاهی خدا زاری نمودم، سحر بدی نمازی بام دادم. با درگاهی خدا زاری نمودم، خداوندا نگهدار مادرم را. و البته پرتیریت زیبا شخصا از نام نبیره ها برای آن جان عزیز. مرحمت. تشکر بر رفته میکشویم. حاضرین یک دقیقه تبریک کرده شود. مبارک باشد. روان گشتی به بازار رسیدی، هزار و یک متاهای بدیدی. روان گشتی به بازار رسیدی، هزار و یک متاهای بدیدی. گرفتی بهر فرزندت لباس زر و زیور، به یاری خود خریدی. گرفتی بهر فرزندت لباس زر و زیور، به یاری خود خریدی. مگر کردی فراموش مرحمت. پرتریت را پیشکش میکنیم. زاد روز مبارک. مبارک باشد. آویزان پیشکه خاندانتان باشد و هر بار دیده فرزندان را دعا کنید. با سر خال زاد روز مبارک.
4 دختر همه همینجا می یکم کس کار بنیمی مسافری بنیمی چراشون یانتون بایستیتون پدرکای تیتان نبیره خوبه ما باشد شیرینی داریم برای مادری عزیز مرحمت 4 دختران یانشون با نزدیک تریسید با شیرینی را همراهی مادری عزیز بهشتی خاندان میبریم و از آن تناول میکنیم مرحمت با یک کس کنی از این طرفی سید با یک تاپتون زادرز مبارک براتون هم باتون دختران دست دراز میکنیم زادرز مبارک باشد 120 ساله شوید حاجیانش در سر فرزندان سایبان باشید Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения مبارک باشه زادرز مبارک باید سر خود پسندی کلانی کدامشون همه کس اوایدگیشون شما به شهر خونده تبریک کدگی هم یا نمی حتی شرکت تبریک کنیم بی جان مایا امروز شما اولین فرزند که صاحبی نامی مادر کردید این شخصیت را از طرف درگاه خداوند کریم برای این خانواده یک فرشته آمد که شما هستید اولینش 4 تا کلید دری جنت است برای میسر خاله اولینش شمایید مرحمت السلام علیکم مهمونای گرامی و درگاه بیجان من خوش اومده علم زادروز دارن بیجانم الان 100 ساله شود در سری نیوره و همه وقت ساخت سلامت گرده السلام علیکم پدر و مادران عزیز خوش اومده به درگاه پدر و مادرم من امروز زادروز مادرم شده ایستاده است من از نام خودم از نام اهل عائلم از نام خواهر و آیتیم تبریک و مبارکباد نموده و مادرم عمری دراز رزق فراز الهیم 100 ساله شوند دست ماها ساق و سلامت کردن شما اومگیاتون در رحمت خیلی برکت شد گر بسوزی آتش پیدا شود گر بخندی خنده در دلها شود چشمه شو اشکی خشکیده دلان نامی نیکد مشهوری دنیا شود اولان بار السلام علیکم مهمانان فرزندان نبیرگان شیرین خوش آمده به درگاه آنا جان عزیزی من آنا جان عزیزم 100 ساله شوید در دوغم دنیا را نبینید الها من از نام خودم و از نام اهل عالم شما را از صد دل تبریک نموده با شما صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز آرزو ماندم در دلتون چی آرزوی نیازهای باشد الهام جامعه عمل گردد میگویم خوش آمدید مهمانان باز یک بار تبریک میکنم 100 بدارید رحمت سلامت باشند زادروز مبارک باشد با فکرم از شهرهشون معلوم که خواهر هستن کسان جان خواهرکم دل و جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم بر حملت تبریک کنیم السلام علیکم جیانا همتون نظمی ساق سلامت رجدنی خالاتون دوامت می همتون تینج باشه هممون میخوایم که همه خالم 100 ساله شوه اینم روزای نقصه بینه نوره برای همه مشه جامعه جو کنه
با همه نفسی دنیا شما تیا سلامت باشند. از مهمانان مرحبا. سلام علیکم. هم یکاتون خوش اومده به درگاه اویتیا. الهی مویتیم صد دریان چین یا تکوی دو در دلشون هست نیتشون در رسن الهی مکرد هم یکون در یوردمشون رسیدگی الهی همه وقت خوش خورسن باشن روزی گنده شون اما همه خیلی شود الهی مکرد صد بدری میکروفون کار نکرد می جیبای تبریک کردتان می خیلی بیره ها مرحبا گذارتون کنی انیختر است نبیره پسرها نزدیکترستان نقصر می شود برای آمد جان مرحبا گذارتون بیتون گذارت السلام علیکم مهمانان حرمتناک من شمایان را در زادروز مادر کلانم از دیده ایستادم بسیار ممنون هستم. من به مادر کلانم یک نیتی زیبا دارم. مادر کلانم من میخواهم که به صد درآیم هیچ غم و تشویش نبینم. مادر کلان به صد درآیید. رحمت بیت شمایم عزیز می نامشان یکی از بیرون با مامونا پشتاز گفتن و گفتن که همه آنها جانم با گوید که پنسنر پنسشون رو توب کدن گیرن و صندوقی توی من نخرن توی با تیار شما تو خودشان شرم داشته ایستیدن بید استرکان السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز درجه آنم شده ایستاده است آنم رو تبریک میکنم صد بدران چی که نیتشون باشه نیتشون مرسم آنها جان تبریک میکنم رحمت سلامت باشم اکنون نوبت رقص به تیمه یک جایی می رقصیم زادروزتان مبارک باشد خدا کند 120 سالگی به آمادگی وقتا مایستر خونه نیو حاجی هانا گفته شما تبریک کردن نصیب کنم مهمونو هم ماتون اومدگیاتون دا نوری دیدر توجیسا رحمت اومدگیاتون دا منم همه 4 فرزند بری کلو کردگیم ادینو هیچ وای ندارم یگون تین منده یگون وای نآورده است هم هاشون تینج نقص جای رفتگیاشون دا الهیم همه وقت همه خیل سنگ شده فرزنداشون رو به مانند من برآورده همیشه همه خیلی بخشیده شود من اکدو همم ادومتومم هم باشون راضی هستم رحمت سلامت باشید که شما بسیار سخنها بود حالا در نزدیک یک برنامه نو میکنیم آماده همراهتون البته صحبت میکنیم آرزوهایتان را میشنویم حاضر در پس قطر مهمان ها هیجان شده آن گفتنی ها نبرآمد البته مهمانان عزیز اکنون امروز خرسندی است به اینجیقی هوا نگاه نکرده ما گرمی میبخشیم میرقصیم خرسندی میکنیم که زیر امروز زادروزی مادر است مرحمت سرودها برای شمایان مبارک باشد هر کو کلی زد اختری نوره
بیا با بالینا شبنم و گلینا بیا با بالینا نیومدی بیسون شب من تاریکه با من
عشقم دنیا ناموزی که به یاد تو هر شب راسومی ندیسم جای تو سخنم ولی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مکتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مکتاب خوشگل شبهای من من به تو عادت کردم رفتی من عشق خدا از تو شکایت کردم دست شده دونت نرم شب تو را میخوندم تو من دارم بگفتی که بها میموندم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مکتاب خوشگل شبهای من بله بله مبارک باشه
ما در دهه بیرانپولی از این مهمان شدیم. میسره خاله را در جشن زادروزشان از نام فرزند نبیره‌های عزیز تبریک کرده. این لحظه های خرسندی را همراه شما با هم ببینیم. و البته در روزهای نزدیک باز در این خاندان مهمان میشویم در برنامه‌های دیگر. با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید. روزهای نزدیک باشید. سلام باشید.